بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. از این کتاب مبارک از اصول سنت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه که ما قرار گرفتیم در بیان ایمان به میزان ترازوی اعمال در روز قیامت و مؤلف رحمت الله علیه در اینجا بیان کردن که الایمان بالمیزان یوم القیامت کما جاء، ایمان به میزان در روز قیامت کما جاء یوزن العبد یوم القیامه، چگونه که آمده است که وزن کرده میشد بنده در روز قیامت. فلا یزن جناح بعوده، وزن کرده میشد ولی که مثل یک پری پشه وزن ندارد. و توزن الاعمال العبادی، و اعمال بندگان در آن وزن کرده می شود کما جاء فی الاثر، چون در اثر ذکر شده است. و الايمان به، و بر این ایمان آوردن، و تصدیق به، و این را درست راست شمردن، و الاعراض عمن رد ذلك، و روی گرداندن از آن کسی که از این روی میگرداند، و ترک المجادله، و ترک مشاجره با وی. این از منابع اعتقاد اهل سنت و جماعت است. و این سخن امام احمد اشاره بر حدیث ابی هریره رضی الله عنه دارد که از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است که فرمودند انه لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامه، روز قیامت مردی درشت اندام بزرگ و فربه می آورده می شود. لا یزن عند الله جناح بعوده، این مردی درشت اندام بزرگ و فربه که آورده می شود به نزد الله به اندازه پری پشه وزن ندارد. و فرمودند اقرأوا، بخوانید قول الله سبحانه و تعالی را که فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، در روز قیامت وزن برای آنها برپا نخواهیم کرد. روایت بخاری و مسلم است. پس ترازویی که در روز قیامت بر آن برکشیده می شود در قرآن و سنت متواتر مقرر شده است. و وصف این ترازو هم ثابت است که آن دارای دو پهلو است، اعمال نیک و اعمال بد بر آن گذاشته می شود، چنانکه در کتاب الله سبحانه و تعالی و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم این ثابت شده است. اگر حساب کتاب بنده ها به آن چیزی که از اعمال نیک یا بد انجام داده اند تمام یابد، سپس به هر یکی از این بندگان کتابشان به دست راستی آنها که به دست چپ آنها داده می شود. پس احادیث صحیح و زیاد در بیان اثبات ترازوی اعمال وارد شده است. از جمله حدیث نواس ابن سمعان رضی الله عنه است. روایت میکند که میگوید شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود و الميزان بید الرحمن یرفع قوما و یخفض الاخرین، میزان در آن روز به دست الله رحمان است، گروه را بالا میبرد و گروه دیگری را پایین میکند. و اجوری از سلمان فارسی رضی الله عنه روایت کردن که میگوید روز قیامت صراط قرار داده میشود که دارای لبهای همچون تیغ راست و تیز دارد، در بیان آن روز دهشتناک. و در آن روز آن ترازوی اعمال گذاشته می شود و آنچه که از اعمال است در آن گذاشته می شود. آسمان ها و زمین و آنچه که در آن است قرار داده می شود گنجایش همه آنها را دارد و همه را در خود جای می دهد. آن هنگام فرشتگان می گویند پروردگارا چی کسی بر این میزان وزن می شود اینقدر عظیم؟ الله متعال می فرماید من شئت من خلقی، هر کی از مخلوقاتم را که بخواهم بر آن ترازو وزن میکنم. فرشتگان میگویند پروردگارا چنان که حق عبادت تو بود تو را عبادت نکردیم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمه است که بر زبان آسان ولی در ترازوی اعمال میزان وزنین سنگین است و در نزد پروردگار محبوب ترند، که این عبارت است سبحان الله العظیم سبحان الله و بحمده. دو کلمه که بر زبان آسان است راندن آن، در ترازوی اعمال میزان سنگین هستند و در نزد الله محبوب تر. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، پاک و منزه است الله بزرگ، پاک و منزه است الله و حمد و سپاس ستایش او را میگوییم. و از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله یستخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامه، الله متعال در روز قیامت مرد از امت من را نجات می دهد و برای او در پله ترازو 99 کتاب گذاشته می شود که هر کتاب به اندازه دیدی چشم عظیم و دور است.
و سپس بر او بی‌طاقه همان کارت آورده می شود که در آن کارت کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله است. سپس آن مرد میگوید ای پروردگار، این بی‌طاقه با این کتاب ها چی می شود؟ که این بی‌طاقه این کارت که از اقرق میدهد در برابر این 99 کتابی که مثل پیلکی چشم مثل دوری چشم مثلا چی می شود؟ پس الله متعال آن هنگام است که میگوید البته تو ظلم کردن نمیشوی. و این است که این بی‌طاقه این کارت که لا اله الا الله محمد رسول الله است در پله ترازو گذاشته می شود، وزنش زیاد میگردد. رسول الله فرمود پس انا همین کتاب ها سبک شده 99 کتاب که درازی آنها مثل دیدار چشم هست، دوری چشم است، سبک میگردند. انا همین بی‌طاقه وزن می شود. روایت احمد و ترمذی و ابن ماجه از عبدالله ابن عمرو ابن عاص. اما مؤمن در آن روز کتابش را به دست راستش داده می شود و در روز قیامت نجات یافته خوشبخت می گردد. الله می فرماید فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. اما هر کی اعمالش نامه‌اش به دست راستش داده شود، او مؤمن است، بزودی به او به طور آسان حساب کرده می شود. و ینقلب الی اهله مسرورا. و با شادمان در جنت به سوی اهلش باز می گردد. سوره انشقاق آیات 7 و 9. و قول الله سبحانه و تعالی و اما من اوتی کتابه وراء ظهره. اما هر کی نامه اعمالش از پشت سرش داده می شود که وی کافر است، فسوف یدعو ثبورا. بزودی نابودی و هلاکت تام دعا می کند، طلب می کند هلاکی را. و یصلی سعیرا، یعنی میگوید وای بر من که هلاک شدم. و یصلی سعیرا، و بر آتش افروخته خواهد درآمد. در سوره انشقاق آیات 11 و 12 10 و 12. و قول الله سبحانه و تعالی فاما من ثقلت موازینه. اما هر کسی که پله نیکی های او، ترازوی او وزنین بگردد، وزنین شود. و اما من خفت موازینه. اما هر کس که پله ترازوی نیکی های او سبک بگردد. همه این بیان اثبات ترازوی اعمال است. و همچنین فرموده او سبحانه و تعالی است، می‌فرماید و نضع الموازین القسط لیوم القیامه. برای روز قیامت ترازوهای عدل را آماده می‌سازیم. و حدیث ابو مالک اشعری در صحیح مسلم از پیامبر روایت است که فرمودند الحمدلله تملأ المیزان. و سپاس و ستایش الحمدلله ترازو را پر میکند. و حدیث ابی هریره روایت است که فرمودند صلی الله علیه و سلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن. دو کلمه که به نزد پروردگار دوست داشته تر است. و خفیفتان علی لسان، و در زبان گفتن آن سبک است. و ثقیلتان فی المیزان، در ترازوی اعمال آن وزنین است. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. پس اهل علم ترازو را با 3 قسم تقسیم کردند. اولا صحیفه هایی که در این دنیا برای انسان نوشته شده است وزن می شود. دوم اعمال و گفتار بنده نیز وزن می شود. و سوم خود همان شخص نیز در این ترازوی اعمال وزن می شود. پس وزن اعمال در میزان در آن ترازو بر 2 گونه است. ترازوی اعمال مؤمنان، ترازوی اعمال مؤمنان، چی به بهشت و چی به دوزخ باشد. برکشیدن اعمال کافران و سرنوشت آنان بر آتش، تا بدانند که الله عز و جل به آنان ستم نمی کند و بر آنها ظلم و ستم الله نکرده است، تا به کردار خود بینگرند و اعتراف کنند. و برخی از علما گفتند که ترازو لسان زبان دارد و در آن روایت از ابن عباس و حسن بصری آمده است، اما در این باره حدیث صحیح ذکر نشده است. از قول صحابه و تابعین از بزرگان دین آمده است. چون یک ترازوهای کسی پهله در بینش یک زبانک دارد، آن همین گونه. و این عباره ابن قدامه رحمت الله علیه به این اشاره کرده است که ترازو 2 کف 2 زبان دارد و 2 کف و زبان دارد و اعمال بندگان به آن وزن کرده می شود. چون یک در لمعة الاعتقاد ما این مسائل رو بیان کرده بودیم. اما این گفته عالمان که این ترازو لسان زبان دارد نیاز بر دلیل دارد، چون حدیث یا قول صحابه در آن مورد از احادیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد ثابت نشده است. الله داناتر است. الله اعلم. شیخ صالح ابن عبدالعزیز آل شیخ
حفظه الله تعالی میفرماید که در سنت آمده است که ترازو دو پهلو دارد که اعمال بر او گذاشته می شود. در پله ترازو اعمال نیک، در پله ترازو اعمال بد گذاشته می شود. در شرح کتاب لمعة الاعتقاد صفحه 33. و شیخ عبدالرزاق ابن عبدالمحسن البدر حفظه الله تعالی میفرمایند که و این ترازو بخش از ایمان بر روز قیامت است. قسمت از ایمان آوردن بر روز قیامت است و این ایمان آوردن به ترازی است که در روز قیامت گذاشته می شود، در روز قیامت برپا می شود. در کتاب تحفة السنیه در شرح قصیده ابن ابی داود الحائی، الله سبحانه و تعالی در روز قیامت با بندگانش سخن میگوید. نقطه دیگری که اشاره میشه در اینجا از جانب این عالم بزرگوار امام احمد میفرماید که و ان الله یکلم العباد یوم القیامه، این که الله سبحانه و تعالی با بندگانش در روز قیامت سخن میگوید. لیس بینهم و بینه ترجمان، این که بین الله و بین بندگانش هیچ ترجمانی نیست. و الایمان به و تصدیق به، و ایمان آدم به این و تصدیق نمودن این. یعنی یکی از رکنهای دیگر عقیده اهل سنت و الجماعت این است که الله متعال سخن میگوید و آن صفات ذاتی فعلی الله سبحانه و تعالی میباشد و این دلالت بر کمال الله سبحانه و تعالی مینماید و الله سبحانه و تعالی با قرآن بیان کرده است، سخن میگوید و رسول الله در سنت ذکر نموده است، الله سخن میگوید با آن گونه که به اهل آسمان ادعا میکند من فلانی را دوست داشتم و با او بنده در روز قیامت سخن میگوید. و این که قول رسول صلی الله علیه و آله که هیچ بنده نیست مگر اینکه با الله سبحانه و تعالی سخن میگوید و بین این بنده و بین الله هیچ ترجمانی نیست. و در این زمینه احادیث صحیح از عدی ابن حاتم رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما منکم من احد الا سیکلمه ربه، هیچ کس از شما نیست مگر آنکه پروردگارش با او سخن میگوید. لیس بینه و بینه ترجمان، این که بین این بنده و بین الله هیچ ترجمانی نیست. ولا حجاب یحجبه، و هیچ پرده پوشیده نیست نمی شود. و در دیگر حدیث از عبدالله ابن محمد ابن عاقل روایت است که او از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه میگوید شنیدم که میگفت به من خبر رسید که مرد از رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث را شنیده است و من سپس یک شتر خریداری کردم و آن را آماده نمودم و به سفر برآمدم تا رسیدم به شام و ماهی در آنجا باقی ماندم و معلوم شد که این شخص عبدالله ابن اونیس رضی الله عنه است و به نزدش آمدم و به دربان گفتم که به او بگویید که جابر نزد در است. او پرسید جابر کی؟ ابن عبدالله؟ گفتم بله. وقتی که گفتم بله پس از این عبدالله بیرون برآمد در حالی که لباسش را جوقیده قدم میزد و من را بر آغوش گرفت و من نیز او را به آغوش گرفتم. میگوید من بر او گفتم من از تو حدیثی را شنیدم که از رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره قضا قصاص شنیده ای و ترسیدم که پیش از شنیدن آن تو بمیری یا من میمیرم. گفت از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرماید در روز قیامت مردم یا بندگان الله سبحانه و تعالی برهنه و نامختون ختنه نشده و در حالت بحمه لخت مادرزاد لوچ جمع می شوند. عبدالله ابن اونیس گفت پرسیدیم بحمه چیست؟ و او جواب داد که در بدن آنها چیزی نخواهد بود. لخت مادرزاد آنگاه آواز صدای به آنها می رسد که از نزدیکی شنیده می شود و می گوید انا الملک، من پادشاهم، من داورم و هیچ یکی از اهل دوزخ تا زمانی که در نزد کسی از اهل بهشت حق داشته باشد به جهنم نمی درآیند تا از او طلب کرده شود و هیچ یکی از اهل بهشت اگر در نزد یکی از اهل دوزخ حق داشته باشد به بهشت نمی درآید تا از او بپرسند حتی یک ذره از چیزی در آن داشته باشد. و عبدالله ابن اونیس گفت که پرسیدم چگونه در پیش الله بزرگ قادر برهنه نامختون ختنه شده و چیزی نداشته باشیم؟ پیامبر الله صلی الله علیه و سلم جواب دادند که با کارهای نیک و بدی که داریم در نزد او این هنگام این طور قرار میگیریم. پس باید بندگان الله سبحانه و تعالی ایمان و اعتقاد و باوری کنیم که الله متعال با صفت
کامل ازلی و ابدی خود وصف گردیده است. آن صفتی که صفتهای ذاتی اوست و صفت فعلی او سبحانه و تعالی سخنگوینده و در روز قیامت با بندگانش بدون ترجمه سخن میگوید که میان الله سبحانه و تعالی و میان ایشان یگان میان روی نخواهد بود و در این مسئله آیه های و احادیث دلالت میکند، چون در احادیث گذشته ذکر نمودیم. سپس مؤلف رحمت الله علیه مسئله نقطه دیگر رو ذکر داری میشود، ایمان آوردن به حوض. و قول مؤلف حوض پیامبر در روز قیامت، یعنی والایمان بالحوض، ایمان آوردن به حوض. و ان لرسول الله صلی الله علیه و سلم حوضا یوم القیامه، این که از برای رسول الله حوض است در روز قیامت. ترد علیه امته، یک حوض محفوظ است که امتش بر آن وارد می شود. عرضه مثل طوله مسیرة شهر، که پهنای آن برابر درازیش است و در مسافه 1 ماه راه است. حوض عظیم است. آنیته كعدد نجوم السماء على ما صحت بالاخبار من غیر وجه، و ظرفهای آن حوض باشد مثل ستاره های آسمان زیاد هستند و در این زمینه احادیث های سرشمار صحیح به طورهای گوناگون به طرزهای گوناگون وارد شده است. و در این باره از عبدالله ابن عامر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: حوضی مسیرة شهر، حوض من به مسافه 1 ماه راه است، مسافه 1 ماه راه دور است. ماؤه ابیض من اللبن، که آب آن، شربت آن از شیر سفیدتر است. و ریحه اطیب من المسک، و ریح بوی آن خوشبویتر و خوشگلتر از مسک دیده است. و کیزانه کنجوم السماء، و کوزه‌هایش چون ستارگان آسمان بر کثرت زیاد هستند. من شرب منها، اگر هر کسی که از این حوض نوشید، فلا یظمأ ابدا، هرگز و هرگز دیگر تشنه نمی‌شود، تشنه نمی‌گردد. حافظ ابن حجر میگه که قرطبی در مفهم از قاضی عیاض گفته است که دانستن و ایمان آوردن به هر یک شخص مکلف واجب است که الله پاک و منزه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم را با حوضی که به نام کوثر است عطا کرده است، با حوضی که نام، صفت و شربتش وصف شده است عطا کرده است، که در احادیث صحیح مشهور بیان شده است. از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که فرمودند پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: من از شما پیش می روم و شما را در نزد این کوثر، در نزد این آبانبار انتظار می شوم. در کوثر، روایت احمد و بخاری و مسلم. از ابو حازم رحمه الله روایت است که از سهل ابن سعد شنیده میگوید که فرمود از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که میگفت: من از شما پیش می روم و من شما را انتظار می شوم در آن آبانبار، در لب حوض. و هر کی به آنجا رسد و از آن آب بنوشد و هر کی از آن به آنجا رسید از آن آب نوشید، پس از آن هرگز و هرگز دیگر تشنه نخواهد شد. و مردمی که من آنها را میشناسم و آنها مرا نیز میشناسند نزد من میآیند، ولی میان آنها و من یک سد، یک دیواری خواهد بود. ابو حازم گفت: وقتی که این حدیث را به آنها گفتم، نعمان ابن ابو عیاش سخنان مرا شنید و گفت: آیا شما آن را از سهل شنیده اید؟ گفتم: بله. گفت: برای ابو سعید خدری گواهی میدهم که شنیدم که با این حدیث کلمات را از رسول صلی الله علیه و آله الهه کرد. در این حدیث امر از ابو سعید خدری شنیده است، ولی باز یک چند کلمه را الهه کرده است ابو سعید. البته آنها از منند گفته می شود و تو نمیدانی که پس از تو دین را چگونه دیگرگون کردند. آنها که در حدیث بالا ذکر نمودم که کسانی هستند که پیامبر الله آنها را میشناسند، آنها پیامبر را میشناسند، ولی بین آنها و بین پیامبر یک دیواری می شود و تو نمیدانی که پس از تو دین را چگونه دیگرگون کردند. و آنگاه میگویم: دور باد آنانی که بعد از من دین رو دیگرگون کردند، بدعت ها و نوآوری ها و گمراهی ها آوردند. این یک هشداری عظیم است برای اهل بدعت و گمراهان و گمنامان. این حدیث بیان خطر بدعت است، بیان خطر بدعت در دین و تغییر دادن عبادت ها و دین و بیان آن است که همه اهل بدعت اهل ظلم و ستمند، که هر بدعتشی و نوآوری گمراهی است. پس خلاصه وصف این حوض، اقتدار آن گفتم 1 ماه راه است. محدودیت وقت چقدر عظیم است و هر کی بخواد اگر این مسافه را مشخص کنی، باید درباره دوری کشورهایی که در پیش بود اندیشه کنی. 1 ماه را چند قدر طول طی میکشد.
و رنگ آن گفتیم از شیر ده از نقره ده سفیدتر است. مزهش از عسل شیرینتر است و هر کی از آن بنوشد هرگز تشنه نمی‌شود و بویش بهتر و نیکوتر و خوشبوی از مس دیده است و ظرف‌های آن که در آنجا هستند مثل ستاره‌های آسمان از روی شماره و روشنایی و روشنی که در آن حوض دو چشمه می‌ریزد، چشمه‌ای که از بهشت، یکی از طلا و دیگری از نقره است. پس مسئله‌های در بیان ایمان به این حوض، اهل سنت و الجماعت اعتقاد و تصدیق حوض را اتفاق نظر دارند. احادیث بیان حوض پیامبر صلی الله علیه و آله صحیح و متواتر زیاد هستند و نصوص بیانگر نشانه‌های آن را بر ما بیان کرده است و اینکه هر پیامبر حوض دارد. بزرگترین، بهترین و گرامی‌ترین این حوض پیامبر صلی الله علیه و آله است و سندهای صحیح و صریح درست از رسول الله ثابت است که حوض پیامبر صلی الله علیه و آله از عسل شیرین‌تر است، از شیر سفیدتر است. از همه زیادترین مردم در نزد حوض پیامبر صلی الله علیه و آله قرار می‌گیرند. امت او صلی الله علیه و آله هستند. پیامبر صلی الله علیه و آله در نزد حوض انتظار امتش خواهد بود. امتی که بدین چنگ زدند، در دین بدعت کاری نوآوری نکردند، از این دوری جستند، هر بدعتی را گمراهی داشتند و از هر گمراهی دور شدند. بر سنت پیامبر بدون اینکه معنی آن را بفهمند یا نفهمند با آن چنگ زدند و هر کی از این حوض منوشد پس از آن دیگر هرگز تشنه نمی‌شود. و حوض پیامبر صلی الله علیه و آله که پیش از سیرات است و یا بعد از آن علما اختلاف کردند. پس اعتقاد نمودن بر این حوض که موجود است از برای رسول الله صلی الله علیه و آله از برای امتش این اعتقاد دینی است، ایمان است و کافران منافقان این حوض را هرگز نخواهند دید. پس مسلمانان از الله طلب میکنند، دعا میکنند که الله آنها را به این حوض برساند و آنها را از این آب بنوشاند. از الله متعال میخواهیم که از حوض پیامبر صلی الله علیه و آله ما را سیراب بگرداند و گفتند که سرچشمه این حوض از دو دریای از دریاهای کوثر است که الله تبارک و تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم عطا کرده است. این است این موضوعاتی که امروز شیخ امام احمد رحمت الله علیه برای ما ذکر و داوری کردند. در این سخن با پایان میرسانیم. درس دیگر اگر زنده باشیم از این کتاب مبارک در موضوع ایمان به عذاب قبر و مسئله های عذاب قبر، دلیل های آن از قرآن و سنت و هر مسائلی که بر این عذاب قبر هست و مسائل اعتقادی در بین عذاب قبر، دلایل آن، نصوص آن و درباره کودکان که در قبر پرسیده میشن یا نه صحبت خواهیم کرد باذن الله تعالی. و همچنین بیانی اگر که وقت شد بیان ایمان آوردن به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم، شفاعت او صلی الله علیه و سلم، ایمان به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم، معنای شفاعت چی است و شرط‌های شفاعت، شرط‌های قبول شفاعت، قسم‌های شفاعت و شفاعتی که مخلوق بر انجام آن قدرت دارد یا قدرت ندارد، کدام شفاعت از الله پذیرفته می‌شود، شفاعت‌های ثابت شده، شفاعت‌های رد شده، همه این موارد رو زنده و سلامت باشین درس دیگه با همراهی شما خواهیم گرفت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.